سلام به همگی. من میخوام اینجا آموزش بدم که چطور شما میتونید از سفارت آلمان یه وقت بگیرید. من خودم حاضر بودم که 5 میلیون پول بدم تا چند روز پیش که برام این کار رو انجام بدن، ولی خب خوشبختانه خودم انجامش دادم. خب میریم اینجا گوگل و مرورگر گوگل رو باز میکنیم، کروم رو باز میکنیم، اینجا مینویسیم ویزا متریک و این صفحه برای ما باز میشه. ویزا متریک، visametric.com. اینجا ما روی ویزا متریک درخواست ویزا کلیک میکنیم. بعد اینجا یه گزینه داریم، یک قرار ملاقات رزرو کنیم. یک قرار ملاقات رو باز میکنیم. این صفحه رو من کلیک کنم، آره باز شد. بعد در این صفحه این نوشته که ویزای شنگن و بعد توجه داشته برای لیست انتظار وقت سفارت باید هزینه رو به ازای هر نفر 1,300,000 رو باید شما مثلا با کارت بانکی به حساب، باید اینجا رو توجه کنید، با کارت بانکی به حساب به این شماره حساب میریزید و با کارت بانکی خودتون بعد میاد پایین تر. اوکی، این شماره حساب هست که باید شما واریز کنید. 1,300,000 13 میلیون ریال. یه لینک اینجا گذاشته، ثبت نام در سایت سفارت آلمان برای قرار گرفتن در لیست انتظار دریافت وقت شنگن پس از دریافت ایمیل تاییدیه از سفارت. ما روی این کلیک میکنیم و به صفحه دویچه بوتشافت تهران میایم که سفارت آلمان در تهران هست. به این صفحه سایت این میایم پایین تر کلیک میکنیم روی Ich möchte ein Visum beantragen. من میخوام یه ویزا درخواست بدم. کلیک میکنیم و ما میبینیم که آنتراکس فرمولار، ما یه سری فرمولاری هست اینجا باید دانلود کنیم و پر کنیم و که اینو باید همراهمون، فکر میکنم ویزا متریک باید همراهمون ببریم اونجا و اینم یه سری توضیحاتی هست که شما باید بخونید. و میام روی ترمین کلیک میکنیم، روی گزینه ترمین کلیک میکنیم تا به روی این فلش میزنیم تا به صفحه بعد بریم. خب بچه ها اینجا یه سری توضیحاتی نوشته که حالا پایین، قسمت پایین بریم یکم میریم پایین تر، همه ترجمه رو گذاشته به فارسی و شما میتونید اینجا رو بخونید. خب همونطور که میبینیم میایم پایین تر میبینیم که ترجمه رو گذاشته به فارسی و این خط قرمز خیلی مهم است که نوشته جد ثبت نام نوبت وقت میبایست هزینه رزرو قابل استرداد را از پیش پرداخت نمایید. این هزینه رو باید از قبل پرداخت کرده باشید و با شماره کارت بیارید، بر مرحله بعدی باید وارد کنیم. و دیگه چیز دیگه ای هم که هست، اونم پایینم هست، باز یه سری چیزا نوشته که اگر شما ایمیلی بعد از نیم ساعت معمولا شما یه ایمیل دریافت میکنید اگه اوکی باشه. گفته ایمیل رو ممکنه توی بخش اسپم یا جانک تو بخش جانک اسپم ایمیل خودتون چک کنید، ممکنه که اونجا رفته باشه ایمیل شما. و حالا میریم به مرحله بعد، گزینه نیو اپاینتمنت کلیک میکنیم. خب به صفحه بعد میریم و اینجا اطلاعات فردی که براش دعوتنامه فرستادیم، مثلا برادرتون، پدرتون، مادرتون، اطلاعات رو میتونید از روی پاسپورتش بخونید و وارد کنید. که در فیلد اول باید فامیل رو وارد کنیم. من دونه دونه اینا رو به عنوان مثال وارد میکنم که شما باید بدون هر فیلدش چی باید وارد کنیم. last name مثلا احمدی، بعد میریم first name مثلا میزنیم در قسمت first name میزنیم احمد. بعد از اینکه احمد میزنیم، آره، بعدش میام در قسمت ایمیل، یه ایمیلی که برای شما بعد هم تاییدیه میاد، یه ایمیل درست باید بدید، هم براتون تاییدیه میاد و هم براتون وقت سفارت میاد که شما اینجا ایمیل رو یک بار وارد میکنید. ایمیل خود من یه بار کپی پیست کردم جواب نداد، بعد ریپیت ایمیل دوباره ایمیل رو وارد میکنید و نمیدونم حالا کپی پیست کردم چی شد جواب نداد، شاید شما کپی پیست کنید جواب بده، ولی من مجبور شدم دوباره شو بنویسم. خب بعد شما ایمیل رو که وارد کردید در قسمت بعدی پاس نامبر داریم، پاسپورت نامبر داریم. پاسپورت نامبر رو باید حواستون باشه اینو تو صفحه پاسپورتتون قسمت بالا نوشته پاسپورت نامبر. گزینه بعدی تلفن نامبر داریم، تلفنتون رو میزنید و کارت نامبر. کارت نامبر این شماره کارتی است که
کارت بانکی آبر بانکی که دارید که شما نوشته used for transfer of booking fee، پولی که شما قبلا 1,300,000 ریختید به حساب، شماره کارت رو باید اینجا بنویسید. بعد که شماره کارت آبر رو زدید اون بالا، پایین دیپازیت دیت داره، روزی که پول شما واریز کردید، که خیلی ساده میتونید حالا روی این جدول که باز میشه شما میتونید خیلی ساده اون تاریخ رو پیدا کنید. مثلا 3 روز قبل زدین این زرده که زده امروز است مثلا نوامبر هست، شما میتونید روی 2 روز قبل اگر ریختید به حساب، 3 روز قبل ریختید به حساب برگردید. مثلا من میگم اگر امروز رو فکر میکنیم که 30 باشه، شما 2 روز قبلش ریختید به حساب، میشه 29 نه 28 میلادی میشه، چون تاریخی که برای شما میزنه معمولا تاریخ شمسی میزنه و شما اینجا، حالا من اینو 2 روز زدم، خب 2 روز خیلی ساده است، یه موقع است یک هفته قبل ریختید به حساب یکم پیچیده میشه و شما اینجوری خیلی راحت‌تر میتونید حسابش کنید و به دست محاسبش کنید یه جورایی. به عنوان مثال من میذارم مثلا پول رو 1 نوامبر ریختم به حساب. بعد میریم گزینه بعدی purpose of journey، بخواد سفرتون به چه دلیل هست. خب ما چون دعوتنامه فرستادیم به عنوان ویزیتر به زوخ میزنیم. بعد دیگه گزینه ویزیت رو انتخاب میکنیم که حالا برای بچهای دیگه که حالا بیزنسی میخوان بیان یا به صورت توریست میخوان بیان، تفریحی میخوان بیان، مثل نمایشگاه میخوان بیان یا کار به حساب کانگرس چیزای شبیه این، یا به صورت کلتور سپورت کالچر سپورت به صورت فرهنگی و ورزشی میخواد بیاد، یا از اون دیگه که چیزای دیگه ای هست. بعد purpose of journey هم میزنیم به زوخ. اینجا این اعداد رو باید، اینجا حروف و اعداد رو باید بزنیم، این برای این که شما ربات نیستید. و خب ما میزنیم load another picture و خب به خاطر اینکه تصویر خوانا نبود و یه دونه دیگه عکس دیگه به ما میاره JFY فونسوای M و اینو که وارد کردیم گزینه سامیت رو میزنیم و سامیت رو که زدیم میریم به صفحه بعد. در صفحه بعد به ما میگه که اوکی شد ثبت نامتون و با موفقیت انجام شد. بعد از تا نیم ساعت هم به شما یه ایمیل میاد و ایمیل رو همونطور که قبلا هم گفتم توی قسمت اسپم یا چیزم میتونید چک کنید. اگر نیومد برای خود من اتفاق افتاد که 1 روز بعد، 1 روز و نصفی بعد، 1 روز و نیم بعد نیومد این ایمیل و من دوباره ثبت نام انجام دادم با همون مشخصات به همین شکل انجام شد. خب در اینجا کار ما تموم شد و ما منتظر میمونیم که یه ایمیل برای ما بیاد. بعد از نیم ساعت اون که اومد که دیگه به ایمیل به دست ما رسید، مطمئن میشیم رجیستر همه چی اوکی بوده و منتظر وقت سفارت میشه و امیدوارم که همه چی براتون خوب و خوش پیش بره.